تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که یک شرکت روسی بعد آغاز جنگ مسکو علیه اوکراین به تاجیکستان آمده برای سربازان روسیه در دوشنبه و خوجند لباس نظامی می‌دوزد. بنیادگذار و بهره گیرنده اساسی شرکت بیتک گروه تیمورز بولویف از سوی اتحاد اروپا تحریم شده است. این شرکت چگونه وارد تاجیکستان شد و چرا مقامات تاجیکستان سخاوتمندانه هزارها گکتار زمین را در اختیار شرکت بیتک گذاشتند؟ سندهای یافته رادیوی آزادی و لایحه سخم بخش اوکراینی نشان می‌دهند که بیتک از نیمه دوم سال 2022 صادرات محصولات را از تاجیکستان به روسیه آغاز کرده است. کارشریک بیتک در آغاز کارخانه جونتای دنقره بود که از سوی چینایی‌ها در جنوب تاجیکستان ساخته شده است. طبق آمارها بیتک از ماه ایول تا دکبر سال 2022 از شرکت جونتای دنقره لباس‌های پختگین از جمله کورتا، فوفایکا، نیمتنه یا فوتبالکا و کامبینزون خریده به روسیه برده است. در همین دوره سال 2022 بیتک از روسیه دستگاه‌های نساجی آورده به جونتای دنقره داده است. سندها نشان می‌دهند که بیتک سال 2023 فعالیتش را در تاجیکستان وسیع‌تر کرده است. در این سال شرکت روسیه اساساً با دو کارخانه ستاره تاج و وحدت داد و گرفت کرده است. سال گذشته بیتک 54 دفعه از کارخانه وحدت جوراب‌های زمستانه خریده به روسیه برده است. در سندهای گمرکی تعیینات این محصولات برای عملیات مخصوص اشاره شده است. روسیه جنگش علیه اوکراین را عملیات مخصوص می‌نامد. بیتک سال 2023 از کارخانه ستاره تاج لباس‌های مردانه از جمله کاستوم کاری، ته‌پوش و نیمتنه‌های پختگی یا فوتبال که خریده با مقصد عملیات مخصوص وارد روسیه کرده است. مبلغ این لباس‌ها قریب 13 میلیون دلار می‌شود. دوام 4 ماه اول سال 2024 بیتک از کارخانه وحدت و ستاره تاج در حجم 379 میلیون روبل یا 4 میلیون دلار لباس خریده به روسیه وارد کرده است. اما تعیینات این لباس‌ها که از جوراب و نیمتنه عبارت است در سندها نشان داده نشده است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بیتک سال 2023 در شهر دوشنبه و 2024 در خوجند کارخانه‌های نساجی ستاره تاج را فعال کرده است. شرکت بیتک برای کارخانه ستاره تاج از روسیه صدها دستگاه نساجی آورده است. رئیس جمهور امامعلی رحمان ماه سپتامبر امسال در مراسم افتتاح کارخانه ستاره تاج در شهر خوجند حضور داشت. در افتتاح کارخانه این شخص رئیس جمهور را همراهی میکرد و در تلویزیون‌های دولتی هم صحبت کرد، اما نامش را ننوشتند. رادیوی آزادی معلوم کرد که این نفر سرگئی کوستاگرز دیرکتور گنرالی ستاره تاج در تاجیکستان است. او پیشتر مدیر بخش استحصال بیتک بود. در تلویزیون‌های دولتی نشان دادند که در کارخانه ستاره تاج در خوجند لباس‌های کاری آماده می شود، اما یک مسئول حکومت شهر خوجند به رادیوی آزادی گفت در این کارخانه برای سربازان روسیه لباس می‌دوزند. و اما بیتک چگونه وارد تاجیکستان شد؟ 25 فوریه سال 2022 یک روز بعد از حمله روسیه به اوکراین نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده با میخائیل باچاروف دیرکتور بیتک واخورد. نیم سال بعد تاجیکستان و نمایندگان بیتک در حجم 200 میلیون دلار سازشنامه سرمایه‌گذاری امضا کردند. سال 2023 بیتک در دو منطقه تاجیکستان زمین‌ها را اجاره گرفت. یافته‌های رادیوی آزادی نشان می‌دهند که مقامات به شرکت بیتک در منطقه کولاب 5,500 گکتار و در ناحیه سپیتامین ولایت سوق 3,500 گکتار زمین دادند. ماه آگوست امسال شهرداری کولاب بختیار نظرزاده گفت تنها در مرحله اول به شرکت بیتک گروه باید نه کم از 11,000 گکتار زمین جدا کنند. لااقل اگر 11,000 گکتار زمین ما از شهر کولاب از ناحیه ووسه و همدانی در مرحله اول تامین کنیم، اونو با ساختمان заводи пахта, заводи ресандагӣ ва инчин буфандагӣ шурӯъ мекунем. фақат мо бояд ки бо замин таъмин кунем. اما دادن زمین‌های کشاورزی به شرکت بیتک برای بعضی ناحیه‌ها مشکلی پیش آورده است. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه همدانی ماه آگوست امسال گفت با او دستور دادند که برای شرکت بیتک 1500 گکتار زمین جدا کند، اما میرزازاده نمی‌داند این زمین را چگونه از دست کشاورزان گرفته به اختیار شرکت روسی بدهد. اونجا جنایشن که پیشنهاد دادن، فقط ما یک پیشنهاد دادم که ترتیبی دادن گرفتن زمین ما رو معین کنیم. یعنی که ببینید خوجاگی فرمری سرتیفیکات دارد و اجازه از 10 سال 20 سال
کار کردیسه ما از پیش خودم بیکار کرده و گرفته بیتکر دادن نمیتونم یا که ترتیبش معین کنه کدام ترتیب خدمت میکنه کنم بسیارش هم شوز حقوقشناس داره حقوقدان داره برادر میگه کد زمین ایگه پا میگه کنستیتوسیون ایگه پا میگه BTK گروه را سال 2005 تیمور از بولوف تأسیس داده است و آن حالا یکی از کلانترین شرکت‌های نساجی در روسیه است. بولوف در دو انتخابات پرزیدنتی در سالهای 2000 و 2004 شخص مورد باوری پوتین بود. بولوف ماه ایون سال 2024 برای غیرقانونی رهبری نمایندگی شرکت هلندی کارلسبرگ گروپ شدن در روسیه از سوی اتحاد اروپا تحریم شد. اوکراین هم بولوف را تحریم کرده است. یک بخش اساسی کار BTK لباس سازی برای سربازان روسیه است. از سال 2012 این شرکت تامین کننده اساسی لباس‌های نیروهای مسلح روسیه است. بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین، آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کردند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی بارها به شریکان مسکو از جمله کشورهای آسیای مرکزی هشدار دادند که در دور زدن تحریم‌ها به روسیه کمک نکنند. تا این وقت ایالات متحده چند شرکت از تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان را برای کمک به روسیه تحریم کرده است. مقامات تاجیکستان تا اینجای کار از شرکت BTK همچون سرمایه‌گذاری خارجی توصیف می‌کنند، اما معلوم نیست که فعالیت گسترده BTK در تاجیکستان و دوختن لباس برای سربازان روسیه برای دوشنبه چه عاقبت‌هایی در پی خواهد داشت.